سلام دوستان، من امیر قربانی هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز اومدم 10 تا از کانال های رپرها که تو یوتیوب فعالیت میکنن رو بهتون معرفی کنم. کانال های این رپرهای معروفی هستن و خیلی ویو خوبی دارن نسبت به سالهایی که گذشت و برای اولین بار تو یوتیوب فعالیتشون رو کردن و فقط میخوام که لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره برای حمایت از خود من و از رپرها. کانالشون رو تو دیسکریپشن میذارم و بریم برای معرفی کانالا. کانال شماره 10 کانال حسینه که لقب قدیمیش حسین ابلیس بود و اسم اصلیش هم حسین رحمتیه با 155,000 تا ویو و 13 تا ویدیو. این کانال سال 2020 ساخته شده و جمعاً ویواش 20 میلیونه. به نظر من برای کسی که تازه اومده تو یوتیوب و شروع کرده یه 4 سال خوردیه، چون 5 سال هنوز کامل نشده، خوبه. ولی به شرطی که حسین بیاد فعالیت بیشتر کنه، موزیک ویدیو بده، موزیکاشو همه رو بذاره. کلا که حسین 13 تا موزیک ویدیو نداره یا 13 تا موزیک که نداره، که بیشتر داره و تمایل با مخاطب داشته باشن باعث میشه که خیلی بیشتر بشه. نمونهش هم تو کانال‌های بعدی بهتون معرفی میکنم. کانال شماره 9 کانال کچی بیس یا همون خشایار اسعار خودمونه که عضو قدیم گروه تیک تاک بود با 157,000 تا ساب که فقط 2K ساب از حسین بیشتره و با 37 تا ویدیو که سال 2020 وارد یوتیوب شد و کانال زد و مجموع ویوهاش 9 میلیونه که نسبت به حسین خیلی کمتره، ولی خب معروفیت حسین 100% خیلی بیشتره. ولی کچی بیت دوستان خیلی ویدیو داشت که اکثرا ویدیو یوتیوب بود، با یوتیوبرها مثلا کلاب میکرد، ویدیو فام بود، ولاگ و اینا بود که اکثریتشون رو پاک کرد و بیشتر فعالیت‌های موزیکی خودش رو داره انجام میده. کانال شماره 8 کانال یاسر که یاسر بختیاری خودمون با 162,000 تا ساب، 90 تا ویدیو. یکی از قدیمی ترین کانال های یوتیوب فکر کنم. کانال مال سال 2009 و مجموعه ویوهاش 17 میلیونه. خب یاس که جدیداً با یه آهنگ جدید ویو خیلی بالایی گرفتش، تو این همین چند وقته نزدیک 20k ساب گرفته. یعنی ما قبل از اینکه بخوایم ایده این ویدیو رو من نوشته بودم، اون موقع ساباش حتی از حسین و حتی از کچی بیتس هم پایین تر بود و تو این فکر بودم که نفر آخرش کنم و الان که رفتم دوباره بررسی کردم دیدم یاس با آهنگ باغش که خود آهنگه الان 1,600,000 تا بازدید خورده کلی ساب گرفته و چنلش خیلی اومده بالا. به دلیل اینکه یاس اون موقع کانال زد و فقط موزیک ویدیوهای خودش رو میذاشت و همه آهنگاش نذاشت، این ویو پایینتری حتی نسبت به حسین داره، ویو کلش رو دارم میگم. ولی اگه همین روند ادامه بده و آهنگ و موزیک ویدیوهای جدید بده، حتما کانالش بالاتر میره. کانال شماره 7 کانال پارسالیپه یا همون پارسا رحمتی، با حسین هیچ نسبتی نداره. یه برادرم داره که آریا کوکسر که آریا رحمتی فکر کنم بشناسین که خیلی پرطرفداره. کانالش 180,000 تا سابسکرایب داره و 439 تا ویدیو تا الان ساخته. کانالش رو از سال 2012 زده و مجموعه ویوهاش 32 میلیونه. پارسالیپ که هم رپر هم یوتیوبر هم استریمره، کلا خیلی فعال، کلابریشن میکنه و همه جور ویدیو داخل کانالش هست و نسبت به آرتیست‌های قبلی خب خیلی ویو بیشتری داره، چون هم برادرش هم یوتیوبر بود، میتونست خیلی تاثیر بذاره کلابریشن هایی که با برادرش کرد. ولی از نظر موزیکی فقط یک دونه موزیک ویدیوی 1 میلیونی داره که موزیک ویدیوی مگاهیته که مال 2-3 سال پیشه. اگه فکر کنم شاید قدیمی تر، فکر کنم 2-3 سال پیش که بیف با خلسه رو شروع کرد. کانال شماره 6 کانال شاهین نجفیه که اسم و فامیلیش دیگه همینه دیگه، اسم دیگه ای نداره. کانال 208,000 تا ساب داره و 514 تا ویدیو آپلود شده. کانال مال سال 2008 و کل ویوهای کانال 84 میلیونه و واقعا ویو بالاییه. دم شاهین نجفی گرم.
شاهین نجفی که از قدیمیای رپ فارسیه، یعنی واقعا جز نسلیه که و سنش هم یه حدودی از بیشتر رپرها بالاتره. کانال شماره 5 کانال سپرخرسه با 260,000 تا ساب، 219 تا ویدیو. این کانال هم که تو سال 2020 ساخته شده ویو کلیش 51 میلیونه. خب از سال 2020 یعنی شروع کرونا و این داستانا تو ایران و جهان باعث شد که خیلی از رپرها بیان تو اصلا یوتیوب. اکثر کانالایی که رپرهای قدیمی یا مثلا نسل 3 بعد یعنی نسل 2 یا نسل 3 اومدن تو یوتیوب از همین سال 2020 2021 شروع میشه که کرونا اومده بود، مردم حوصله‌شون سر رفت و اومدن با محتوا ساختن هم درآمد خودشون رو حفظ کنن چون نمی‌شه کنسرت بذارن، همین که با مخاطبینشون بیشتر در ارتباط بشن و این کار خیلی تاثیر گذاشت. اولین نفرهایی که اومدن که از قبل هم که از قبل که پوریا پوتک بود، ولی سپرخلسه که اومد و دید که ویوها همینجوری خوبه ادامه داد و یه مدتی تقلق بود، دوباره ادامه داد، تقلق بود و به اینجا رسید که به نظرم نفر پنجم بودن خیلی خوبه و از نظر موزیکی هم جز آرتیست‌های پربازدید بوده و یه موزیک ویدیوی 3 میلیونی هم تو کانالش داره. کانال شماره 4 کانال رضا پیشرو با 290,000 تا ساب، 77 تا ویدیو. کانال سال 2016 ساخته شده. کل ویوهای کانال 31 میلیون. رضا پیشرو که از رپرهای خیابونیه که برای مردم هم خیلی معروفه هم خیلی محبوبه و اینکه شکی نیست که پیشرفت رضا پیشرو رو هر پلتفرمی چشمگیر نباشه. واقعا پیشرفتش خوب بود چون رضا پیشرو از سال 2022 به بعد شروع جدی یوتیوبش رو گرفت. یعنی کانال قدیمیه به خاطر اینکه اون موقع کانال رو زده، حالا شاید میخواسته شروع کنه ولی یه سری مشکلات اومد نشد. موزیک ویدیو 3 تا موزیک ویدیوی بالای 1 میلیون داره و این خیلی خوبه. امیدوارم که بیشتر از اینا ویو بگیره و بتونه لوح طلایی یوتیوب هم بگیره. شماره 3 بزاد لیتو با 305,000 تا سابسکرایب و 189 تا ویدیو و تو سال 2021 کانال زده و جمع ویوهای کانالش 46 میلیونه. بزاد لیتو هم دقیقاً حدود 3 یا 4 ساله که کانال یوتیوبش رو زده و جز رپراییه که خیلی کنسرت زیاد گذاشته تو این سالهای اخیر و فعالتر از همه است و سر این ویدیو تو کانالش انواع ولاگ های تفریحی، سرگرمی، فان و موزیک ویدیوهایی که بالای 1 میلیون ویو خورده هم هست و همکاری‌های جالب با هیپاپولوژیست، پوری و آرتیست‌های نسل جدید مثل یانگ سادن و چرسی هم داشته و یانگ سادن داشته. خلاصه که خیلی فعال بوده و اگه همینجوری فعالیتش ادامه بده و بسازه و ول نکنه احتمالاً جز 3 نفر برتر همیشه بمونه. کانال شماره 2 کانال امیر تتلو با 820,000 تا سابسکرایب و 444 تا ویدیو 2011 این کانال زده و نزدیک 212 میلیون ویو خورده. امیر تتلو جز خواننده های اصلا پرحاشیه موزیک ایرانه و اتفاقاتی که طی چند سال اخیر رقم زد و الان 1 سال و 2-3 ماهیه که داخل زندانه، ویوش خیلی همچنان بالا بوده. موزیک هایی که ازش پخش شد، رمیکس هایی که ازش پخش شد، ویوهای خیلی زیادی خورده و با اینکه چند تا از آهنگاش از کانالش حذف شد همچنان ویوش خیلی بالا و جز تاپ های یوتیوب واقعا به اسم آرتیست و واقعا دمش گرم. ان شاءالله همینجوری بهتره کنه و امیدوارم که هر چه زودتر آزاد شه. کانال شماره 1 که همتون مطمئنم میشناسید کانال پوتک با 1 میلیون سابسکرایب و 1600 تا ویدیو. پوتک که همیشه ازش سواله که آیا شما یوتیوبر موفقی یا رپر موفقی، جوابی نداده و گفته که شما از نظر خودتون چی میبینین، که به نظر من یوتیوبر موفقی بود که الان نفر اول بین آرتیستا و تو یوتیوب فارسی هم جز نفرات برتره. خب چون بیشتر از اینم ساب داریم. و موضوع بعدی اینه که کانال مال سال 2014 یعنی این کانال یعنی حدودا مال 10-11 سال پیشه. ویو کلی کانال 583 میلیونه
که خیلی بالایی، یعنی به اندازه یکی از آهنگای دی ویکند. آره واقعا یکی از هیت‌ترین آهنگای دی ویکند تو یوتیوبه و خیلی ویو خوبیه و امیدوارم همینجوری پیشرفت کنه. از نظر موزیکی هم پوتک ویوش بالا هست، تو این شکی نیست، ولی اینکه آیا این سوال آخر جوابی داده بهش میشه یا نه. ولی این سوال حالا به شوخی گفتم، هم رپر خوبیه هم یوتیوبر خوبیه و واقعا بچهای رپ فارسی امیدوارم همینجوری بهتر کنم، ویو بالایی داشته باشم. نظر شما چیه دوستان؟ حتما نظرتون راجع به این ویدیو بگین. از این سبک اگه ویدیو دوست دارین حتما کانال منو سابسکرایب کنین، لایک هم اینا یادتون نره، یه کامنت هم برای ما بذارید دیگه. دمتون گرم تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.